ورکین به معنی کار کردن. این will you may need state storing. نمیخوایم پشت سر هم مزاحم من نشوی. اینجا will فعل ماست، یه فاعل ماست. will یعنی میخوای تو، will یعنی نیت یعنی نمیخوای. نیت آمده این رو منفی کرده. state می اینجا نقش مفعول داره، یعنی مرا نمیخوای مرا. states یعنی پشت سر هم، قید است اینجا. storing یعنی به معنی مزاحم شدن. Ik wil even doorwerken. من میخوام کمی بیشتر کار کنم. باز اینجا جمله بعدی است. ik یعنی من، فاعل، will فعل یعنی میخواهم من. even یعنی یک کمی، اینجا قید است، یک لحظه، یک کمی. doorwerken اینجا ورکن که فعل است به معنی کار کردن، با دور آمده یعنی یک کمی بیشتر، یعنی یک کمی بیشتر میخوایم به کار خود ادامه بدم. 2. Je moet je collega's helpen en niet tegenwerken. شما باید با همکارانت همکاری کنی، نه اینکه با اونا مخالفت کنی. یه یعنی تو، فاعل مت یعنی باید، تو باید. یه collega's، یه باز اینجا ضمیر ملکی است یعنی مال تو. collega یعنی همکار، collega's یعنی همکاران، اس اپوستروف گرفته جمع شده یعنی همکاران خودت. help یعنی تو باید آنها را help کنی، کمک کنی. en niet tegenwerken، en باز اینجا حرف عطف است، نیت یعنی منفی، نه. tegenwerken ورکن به معنی کار کردن، با تخن آمده به معنی مخالفت کردن، یعنی مقابلشان کار کنی، مخالفت کنی. نیت آمده تخن ورکن رو چی کرده؟ منفی کرده. تخن ورکن یعنی تو باید مخالفت کنی، نیت تخن ورکن یعنی مخالفت نکنی. 3. Wij organiseren een feest voor alle buitenlandse studenten. ما میخوایم یک جشن برگزار کنیم برای همه دانشجویان خارجی. وی یعنی ما، فاعل. ارخانزیرین یعنی برگزار میکنی، یعنی جشن برگزار میکنیم. چی کار میکنیم؟ برگزار میکنیم چی؟ این یعنی یک، فست یعنی جشن که جا نقش مفعول داره. ما برگزار میکنیم یک جشن. فور اینجا حرف اضافه است یعنی برای. آل یعنی همه. باوتنلند سه اینجا نقش صفت در باوتنلند یعنی خارجی. استودنت دانشجوی، برای همه دانشجویان خارجی. جمله بعدی willen jullie aan de organisatie meewerken. شما میخواهید در برگزاری جشن همکاری کنی. اینجا با سوال جمله willen jullie، آیا میخواهی شما؟ willen اینجا میشود فعل ما، یولی میشود فاعل ما، جمع است، به همون خاطر فاعل جمع آمده. ان حرف اضافه است که به معنی در است. در ده حرف تعریف است. ده یعنی این جشنی که ما و شما در نظر داریم، ارخانزاسی در برگزاری این جشن. اینجا ورکن با می آمده. ورکن به معنی کار کردن، می ورکن اینجا به معنی همکاری کردن، یعنی شما در برگزاری جشن میخوای با ما همکاری کنید. 4. Baby's mogen niet te vet eten hebben. نوزادان اجازه نیست که خیلی غذای چرب بخورن. بیبیز با اس گرفته یعنی بیبیز یعنی نوزادان. بیبیز مخن یعنی نوزادان اجازه دارد. بیبیز مخن نیت آمدن رو منفی کرد یعنی نوزادان اجازه ندارد. تی یعنی اینجا چیز به معنی خیلی. فت یعنی چرب. تفت یعنی خیلی چرب. ایتن به معنی خوردن، بخوره. ایتن تفت ایتن هبن خیلی خوردنی پرچرب یا غذای پرچرب داشته باشد. Hun mag kan al dat vet nog niet verwerken. معده آنها این غذای پرچرب را نمیتواند هنوز هضم کند. هون اینجا چیست؟ ضمیر ملکی است یعنی مال آنها، چون اینجا جمع است، چون بیبی جمع بود، هونم جمع آمده یعنی مال آنها، مال آن نوزادان. مخ به معنی معده یعنی معده آن نوزادان. کن هون مخ کن یعنی معده آنها میتواند. هون مخ کن نیت آمده منفی کرد یعنی نمیتواند. آل یعنی همه به معنی هم است. دت اسم اشاره از آن. فت چربی را. نخ یعنی هنوز، نخ نیت یعنی هنوز نه. فرورکن
یعنی هنوز نمیتواند اینها را هضم کند. ورکن به معنای کار کردن، فرورکن به معنای هضم کردن.